جانی را ناپیداست. من ز پایان دیگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست. ما در این محفل وصل در کاشانه نور از دورترین فاصله ها با هم رسیدیم و تا من برای خودم یک پزنده زور یافتم که همه چی میپزد. و پخت‌وپز گوشتی است، شیرینی است، خوریش است. باور کنید 5 هنر است. از اوده همه نمودی پخت‌وپز میبراید. اگر ما معرکه داریم پخت‌وپزها رو با این پزنده من باور کردم. خب میخوام که این پزنده رو با شما شناس کنم. شاید بسیاری های شما شناسید. این رحیمه کیک است. رحیمه در حقیقت پزنده است. همین او رو فقط در آشخانه سرد تمام از همین محصولات های پخت‌وپزی همه چی تیار میکنن. باور کنید در اینجا اینو ببینید ارزوق تیار کردگی. این نمود ارزوقای خودش فقط تیار میکند. ارزوق در داخلش 4 مغز دارد. ببینید چه ریزانک است. معلومه اینو ببینید. این اینجا باشد ارزوقای شیرین. دو نمود ارزوق هست. یکش با 4 مغز یکی دیگرش ارزوق شیرین. انا اینجا ده ارزوقای شیرین. این شام تصمیم گرفتیم که همراه اهل و عائله با طرفخانه دلشب بیایم و خوراک شام رو سرجمانه در طرفخانه دلشب گذرانیم. داماد و عروس جان به جان می آیند. این شب دو جوان بغل کشاین بر هم یا در بغل وقت جوان. بازار مرگان آمدیم. یه مگزین زور یافتیم. مگزین در شکلاتای اکسکلوزیوی است. یا نمود شکلاتای هست که از شکلاتی دوبای است که فیکسی کس که دوبای است که لیکن اوده زوره نه. خیلی نرخشم خوبه یود. لیکن باور کنیم ایره میخرین دیگه فیکسی که دیگه و دیگرش فراموش میکنید. به هر شکلاتی با مزه در همین مگزینه نمورا مهمانداری کردن از میچشم به پولایش. خلاص دیجا میدونیم یا نمود شکلاتایی که من نه در مگزین دیگه جدا مدی عموما دیگه نبودم. شکلاتای اکسکلوزیوی رونه سباد داده بینیم. دو بایست که چشیدیم همه خوردیم قریب. انا با شیطرز گره بودم ازش چشیم. نه با نمی چشیم. سیر میکنیم و میریم میگیریم یکون که البته یورو نگیشته نمیشه و خرزم باشه میگیریم اون لیکن به دست خورد بمدن نکن نیست. نظرش بلیسیم. زنای دم که با پولی فابریک صاحب خانه در روسیه در تاجیکستان صاحب ماشین در یک ماه 2-3 جا سفر میکنن و همه اینها باور میکنید شما که زنهای خانه‌شینن چند تایی فرزند دارن در تربیت فرزند خانه‌شینن شوهراشون اجازه نمیدهد که کار کنن در خانه شیشته با واسطه تلفن و اینترنت هر یک این نفرها اول خودشون تنها بودن بعدن آدم آوردن صاحب کارگر شدن کارگراشون صاحب کارگر یعنی ریشهشون پهن شد یک کمانده کلون شدن. میدونید چی همه اینها در دوام 1 سال انمی قدر دستاوردها را نایل گشتند. زیاد 3-4 سال بسیارش از دوره کرونا ویروس در دوره بیکاری به پولی رجیستراسیون کردن. امروز این زنهای میبینی حواست میبیاید از زیباییشون از فسون پوشیشون از آیلی که میگیرن. بعدی که در یک دو کنفرانس اشتراک کردم گفتم من نگینک جانی عزیز من رحمتی کلام برای آرایش زیبا من پیش پردازگارا روم میگویم ده همین روز چی مرکه دارم ندارم. نگینه بانو مرا پرسید که چی مرکه داره گفتم توی نیو ثبت رکلام است برای من موافق کارم بینید همون خیلی مرا آرایش میکنه. امروز که من ثبت رولیک داشتم آرایشم را کمی نازکتر مهمیتر گفتی روزا که ولگر نکرده است به نهایت زیبا. رحمت نگینه جان آدم پروفسیونال میدوند که در کدام وقت آدم باید چه خیلی آرایشش چگونه باشد و امروز که من ثبت داشتم خیلی با موافق ثبتم آرایش کرده است. سپاس. گردن مام خیلی شاخ شده یه پس کردش نمیتونم. وقتی که از طلا بازار میبرایی از مغازه جواهراتی فراغت گردن
سر در آسمان میچسبه. در مغازه جواهرات فراغت تخفیف سال نوی است. 10% تخفیف. نرخ طلا گرمش از 700 سومون تا 1000 سومونه. منمی گردنبنده برای خودم گرفتم. از همین چند وقت هوس میکردم، امروز گرفتم. شیرین باز انا این نمودی شیرین ها، اینا همشون آفریده های رحیمه نام دارن، برای که از پیش خودش همین دیگه طبقه یعنی ظرف میگیرد و محصولات پختپزه میگیرد، پختن میگیرد، لیکن میچشی همه خیلی بمزن که گفتم که همه چیز میکنند و خورش در کار باشد، یکم خوراک گوشتی در کار باشد. ببینید بعد با تورتاش هم بینید هم داخلش یعنی مزه و مزه با انم که آرایشوی زیبا میکنه تورتایا. حاضر میچشم دیگوستاسیا به هوی رحیمه میدیم. رحیمه محض برای پخت و پز تولد شده است. تجربه کاریش هم زیاد است. در چندین طربخانه های کشورمان کار کرده است. اگر شما معرکه داشته باشید، آرایش دسترخوان یعنی پخت و پز دسترخوانتان را با پورگی می توانید به رحیمه باور کنید. همه دسترخوان های خانه شما را به عهده میگیرد. پخت و پز شیرینی، پخت و پز گوشتی، تیار کردن خورش، همش را خودش با دستانش آماده می کند. معرکه‌تان را در سطح عالی میگذرانید. پزنده ها در ما به حسابن، خودتون میدونید، ولی بعضی هاشون فقط نمودی شیرینی میپزند، بعضی هاشون فقط گوشتی و یا که خورش تیار میکنند، ولی رحیمه اونیورسال یعنی همه چیز میپزد. همه ما معرکه رویم پخت و پزی خانگی رو میچشیم، دوست میداریم. برای ما این چیز بسیارتر مزه و لذتش نزدیکتر است. و انمی پخت پزایی که رحیمه بانو میکند در خانه آماده میکند، مزه پخت پز خانگی میکند. در دلخواه معرکه های شما اگر خواهید که دسترخوان خود را زیبا آرا دهید، پس می توانید که آرایش روی دسترخوانتان را به رحیمه بانو باور کنید.